آخرش هم خود راجع به تحریم صحبت مثلا ما نمیدونیم به چه دلیلی حاکمیت ایران وارد موضوع هولوکاست شد. باند آقای احمدی‌نژاد حاکمیت هول داد به انسان. یعنی ما به عنوان همیشه نقطه قوت تاریخ ایران ما اینو میدونستیم که ما شما رو پناه دادیم. به یهودیان عراقی میگفتیم که آقا موقعی که حزب بث داشت دست میکشتتون و مصادره میکرد و ایران مرزهاش رو باز کرد، یهودیان لهستان حتی پاریس اینا اومدن ایران. سوء تفاهمی که در مورد مسئله پولیم و استر و مردخای پیش اومده یه پروپاگاندای سیاسی بود، هیچ سند تاریخی وجود نداره. یه دوره ساواک دیگه قاطی کرد، چریکا رو جای هاخاما میگرفتن، هاخاما رو جای چریکا. که مسلمان‌ها رو جذب نمی‌کنن. اصلا ما دفع میکنیم که جذب نمیکنیم. مثلا 2700 ساله در امنیت تو این مملکت زندگی کردیم، امنیتمون بین مردم خودمون تأمین شده. اصلا کوچکترین شایعه‌ای تا حالا درباره یهودیان ایرانی نتونسته ایجاد بشه. یه سوال امنیتی ازتون بپرسم. در این جنگ 12 روزه یهودیان ایران خیلی در دفاع از منافع ملی ایران مدار بودن. دوست دارین یه خود راجع به این صحبت کنید؟ من امروز یه مهمون ویژه دارم که از جهات مختلفی ارادت خاص و دوستی دارم و اگرچه سابقه دوستی و آشنایی با ایشون از نظر زمانی خیلی زیاد نیست ولی عمقش خیلی زیاده و واقعا حس میکنم که مثل خواهر خودم هستش و از سنی هم خیلی فاصله نداره. اگه ایشون بعدشون نیاد البته اینو میگم ولی خیلی هم به خود ایشون، مادر محترمشون و پدر گرامیشون هر کدوم جداگانه و با هم ارادت ویژه دارم و آدمایی میدونم که نسلشون خیلی کمیاب شده و وجودشون برای ادامه ایران مداری و ایران دوستی خیلی مغتنم و ضروریه و ای کاش تکثیر بشن که متاسفانه امید خیلی اجابت شدنی نیست ولی امیدواریم حداقل کمتر از این نشن از افراد. و خوشبختم که در زندگیم با شماری کلشون زیاد نیست ولی به حال تعداد قابل ملاحظه‌ای از یهودیان ایرانی که من ترجیح میدم بگم کلیمیان چون یک ارج و قربی توش داره که مختص ایرانی هست، با کلیمیان ایرانی ارتباط داشتم و خانم مرجان یشایی یکی از بهترین این آدم‌های خوب بوده و لطف داشتن ایشون همیشه با هم راجع با هم به من و راجع موضوعات مختلفی با ایشون و پدرشون آقای هارونی یشایی پرویزخوان سینمای ایران ارتباط دوستی و آشنایی داشتم و افتخار همنشینی و هم کلامی. امروز میخوام راجع به یه موضوع کاملا جدید از جهت کنش‌های ایشون ولی بسیار قدیمی از جهت موضوعیت صحبت کنم و اون مسئله سابقه تمدنی حضور و مشارکت شخصی و ملی و مذهبی و آیینی و مدنی یهودیان در چند هزار سال اخیر تاریخ ایران به طور کلی و اجمالی به عنوان مقدمه و بعد اماکن تاریخی و فرهنگی یهودیان در ایران به طور جزئی‌تر و علل خصوص کنش‌های خود خانم مرجان یشایی در مسئله بازسازی و حفظ و نگهداری آثار مربوط به کلیمیان ایران در تهران که پروژه اصلی امروز ایشون هست صحبت کنیم و فکر می‌کنم این موضوعی باشه که هم از جهت میراث ملی و تاریخ ایران مهمه و هم از جهت نشون دادن همبستگی ملی ایران، اقوام و مذاهب و ادیان مختلف در ایران مهمه و هم از جهت نشون دادن اینکه ایران و ایرانیان علیرغم اینکه ادعاهای زیادی وجود داشته هرگز اقوام و مذاهب با هم سر ستیز نداشتند و به نظر میرسه که امروز و فردا ایران مثل دیروز ایران نیازمند و مستلزم همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستانه و رواداری کامل هست و این نمونه کنش‌های ایشون در زمینه حفظ آثار فرهنگی یهودی در ایران نمونه بارز اثبات این ادعاست و حداقل آرزویی که امیدواریم هیچ وقت خدشه‌دار نشه. خانم یشایی خیلی ممنون از فرمایشتون. خیلی ممنون از دعوتی که انجام خواهش می‌کنم. آقای دکتر تخریشی همیشه نسبت به من لطف دارن. امیدوارم که بتونیم در واقع بخشی از تعریف‌های ایشون رو واقعا در کنشگریمون محقق بکنیم. من چقدر وقت دارم فقط صحبت کنم؟ زیر 3 ساعت. بس میشه. ببینید در متون قدیمی و مذهبی یهودی آخرین رد پایی که ما نسبت به حضور یهودیان در ایران میبینیم در واقع فتح بابل به دست کوروشه و
انتقال یهودیان از بابل به سرزمین ایران که حالا روایت هایی هست در کتب مقدس ما که کوروش گفته که معبدتون رو دوباره بسازید، طلاها رو دوباره بخشیده به یهودیان و در واقع سرآغاز تاریخ مدون ما در ایران زمین از یک دوستی و از یک همدلی خیلی عمیق شروع میشه. هرچند که رد پاهایی از قبل از دوران هخامنشی و در دوران مادها نسبت به حضور یهودیان به خصوص در غرب ایران دیده شده، ولی حضور مدونشون و مستندشون از زمانی است که در واقع کوروش به بابل حمله کرد، یهودیان رو از اسارت نجات داد و بعد بخشی از یهودیان به ایران کوچ کردند، به قسمت‌های غربی و فلات مرکزی ایران که بعد از اون در واقع ما در یک گستره خیلی وسیعی حضور یهودیان رو در ایران می‌بینیم. گاهی در مسندهای سیاسی بودند، خیلی کم، که متاسفانه اون سوء تفاهمی که در مورد مسئله پوریم و استر و مردخای پیش اومده در واقع حاصل اون حضور خیلی کوتاه مدت و کم تأثیر در نظام سیاسی ایرانه که حالا نسل کشی را انداختن و اینا در واقع یه پروپاگاندای سیاسی بود که پروپاگاندای به نظر من خیلی بیمایه‌ای هم بود در مقابل هولوکاست که اینا هم این کارو کردن، در صورتی که هیچ سند تاریخی اصلا در مورد این وقایع وجود نداره و صرفاً یک اسطوره است برای حضور در دربار هخامنشی. بعد از اون گفتم که یهودیان در واقع از سواحل خلیج فارس تا اون موقع بخارا و قفقاز و بیشتر هر جایی که مسیر تجاری در اون مسیر بوده، از جمله حتی در افغانستان حضور پررنگ داشتن یهودیان تا در واقع زمان اسلام هم اینطوری بوده. یعنی وقتی که اسلام به ایران اومد و وقتی اعراب به ایران اومدند، به هر حال این مسئله جزیه و اینا اعمال شد و در دوره هایی ما یک زندگی پرفشاری رو تجربه کردیم، از جمله در دوره صفویه مثلا یا در بعضی دوره های قاجار و اینا. این در برخی روایات تاریخی اومده و حالا یکی از کتبی هم که خیلی بهش مراجعه میشه کتاب تاریخ یهود ایران حبیب لیوی هستش که حالا دوستان میتونن مطالعه کنن. یه 3 جلدی قدیم در اومد، یه خلاصه 1 جلدی هم در بعد از انقلاب. 3 جلدیش اصولا بهتره، ولی یه قدیمیه بهتره، یه تلخیصی ازش بعد منتشر. چون بیشتر خیلی از بخش‌های حبیب لیوی تاریخ شفاهیه و تلخیص تاریخ شفاهی اصلا به هر حال شدنی نیستش. من میخوام از این مرحله عبور کنم، از مرحله‌ای که حالا در زمان صفویه و نادرشاه، مثلا ما یه دوره دیگه هم در زمان نادرشاه میبینیم که وقتی نادرشاه داشته از هند برمیگشته و اون خزانه رو با خودش از هند می آورده، به یهودیان میگه که من میخوام شما عهدهدار این خزانه باشید برای اینکه حساب کتابتون درسته و چند تا طایفه رو، یه عده کثیری از یهودیان رو کوچ میده از قزوین به طرف مشهد که میان برای اینکه خزانه نادرشاه رو تحویل بگیرن و مدیریتش کنن، ولی قبل از اینکه نادرشاه به مشهد برسه کشته میشه و بنابراین اون پروژه کلاً دیگه اصلا از بین میره. مثلا چون در مورد یهودیان مشهد بسیار گفته شده، یهودیان پشت حصار شهر مشهد شاید 1 نسل یا 2 نسل زندگی میکنن، به تدریج بهشون اجازه داده میشه که وارد مشهد بشن و اونجا زندگی و کسب و کار و همه اینها رو راه میندازن. بعد دوباره در یک دوره‌ای بهشون فشار میاد که حتما باید مسلمان بشید که در واقع ریشه آنوسی‌های مشهد از اونجا میاد. چیزی که در دنیای آکادمیک بهش میگن جدیدالاسلام. بله، نه جدیدالاسلام اینا نیستن. ببینید جدیدالاسلام ها مشهدی بودن. خب جدیدالاسلام ها اونایی هستن که اسلام آوردن و واقعا مسلمان شدن. بعضیشون میگن واقعا نشدن. حالا اونا نمیدونم، ولی آنوسی ها اصلا اصولا لفظ آنوسی به یهودی گفته میشه که تحت فشار حتی مسلمان یا مسیحی شده ولی آیین خودش رو نگه داشته در خفا و
همچنان یهودیه. خب این یک کتاب به انگلیسی هست که یک مردم شناس امریکایی نوشته، الان اسمش خاطرم نیست ولی بعدا اضافه میکنم، و تحقیقات خانم پیرنظر از همین جدید الاسلامایی که به دلیل فشار تظاهر به اسلام کردن هم به عنوان همین مقوله یاد بیاره که ظاهرا مسلمون شدن به دلیل فشارهایی که بود دیگه در مشهد. بله. هنوز هم این ریشه ها در مشهد هستش. مثلا حالا من خودم شخصا ندیدم ولی دوستانی که رفتن گورستان های مشهد میگن که ما میدونیم یه بخشی از گورستان های مشهد مخصوص همین آنوسی ها یا جدید الاسلام ها هست، مثل که قاطی دفن نمی‌کردن، اینطوری که من شنیدم. حالا من یه چیزی ربطی به موضوع اصلی بحثمون نداره ولی روی کنجکاوی شخصی میپرسم. درسته که اصلی موضوع درسته و واقعیت داره، ولی همیشه این تظاهر به مسلمان شدن به دلایل مختلفی از جمله و به خصوص فشار باعث شده که همیشه این موضوع یک اتهام باشه برای عده‌ای که اینا مثلا متظاهرن به اسلام و اصلیتشون یهودی و ضد دینن و اینا. در واقع یه نوع تبدیل شده به فوتبال سیاسی داخلی این موضوع و هنوزم ادامه داره تا یه حدی. اصلا ببینید همیشه این قضیه بیشتر یا ریشه های اقتصادی داشته. یعنی یهودیان وقتی که به هر حال به یه حدی از ثروت رسیدن به دلیل اینکه باید رابطه های مثلا متعدد اقتصادی و سیاسی داشته باشن، صاحب نفوذ باشن، نمیدونم خونه‌شون رو از محله کلیمیان ببرن یه جای دیگه، به هر حال ثروت با خودش یه ارتباطاتی میاره دیگه. خیلی از اونا در واقع تغییر دین دادن. مهمترینشون هم خانواده مظفریانه دیگه. خانواده مظفریان وقتی که تبدیل شدن به یه سانتر مرکزی طلا در بازار تهران، به هر حال شرایطشون ایجاب کرد که تغییر مذهب بدن. حالا یه بهانه‌ای هم آوردن، یه دعوایی هم با یه حاخامی راه انداختن، نمیدونم اینا، ولی برای ایمنی و سیفتی خودشون داره اصلا دیگه ایجاب میکنه. حتی تو اروپا هم همینطوری بوده. تو اروپا ما خانواده‌های بزرگ یهودی رو می‌بینیم که وقتی که مثلا ثروتشون به یه حدی میرسه، به هر حال برای اینکه ادغام بشن در روابط سیاسی و اقتصادی، بنجامین دیزرایلی نخست وزیر دیزرایلی که بله دیگه مثال خیلی بارزش این کارو کردن. حالا به هر حال توی مشهد این مسئله بعد جالب اینه که الان یهودیانی که تبار مشهدی دارن، حتی 2 نسل 3 نسل قبل که از مشهد خارج شدن، که بیشتر در اروپا به میلان رفتن. چون من چند سال قبل توی کنیساشون بودم، برای من خیلی جالب بود. مثلا من رفتم گفتم بیایم بریم کنیسای مشهدی ها توی میلان. منم رفتم و حالا 1000 جور نشونی و سرنخ و نمیدونم اینا دادم که رام دادن و اینا. بعد دیدم که حتی بچهای کوچولو که پدر و مادرشون هم در میلان دنیا اومدن و احتمالاً پدر بزرگ مادر بزرگشون هم اونجا به دنیا اومدن، دارن یه زبونی حرف میزنن که من میدونم ایتالیایی نیست ولی من نمیدونم. بعد من از دوستی پرسیدم، گفتم چه زبونی دارن حرف میزنن؟ گفت مشهدیه. لهجه مشهدی کاملا، یعنی یه گویشی صحبت میکردن. من مثلا بیا و برش و مرم و نم و خام و مثلا ایناشو من میفهمیدم. خیلی برای من جالب بود. گفتم دیگه بچه کوچولو همه دارن مشهدی ما هم دیگه حرف میزنن. یعنی منظورم اینه که به خصوص مشهدی‌ها خیلی جامعه کنسرواتیوی هستن در درون یهودیای ایران. از این وقایع میشه مثال آورد که حالا مثلا مشهد بوده، خانسار بوده، اصفهان بوده، شیراز کمتر، چون شیراز تبار یهودیانش بیشتر لار و جهرم و اینایی که بعد اومدن به شیراز. اینا رو میشه مثال آورد از تاریخی که از دیگه 2700 سال قبل شما در گوشه این کشور میتونید و بیشتر از روی رد پای گورستان ها و مانیومنت ها و نمادهای مختلف. بله، من متاسفانه ببینید ما بناهامون رو اصلا این فرهنگ یهودیه که به دلیل جابجایی های فراوان و به دلیل اینکه فرهنگ تبشیری نداره اصولا رو بنا کار نمیکنه. یعنی علاقه به تبلیغ هیچ وقت نبوده دیگه. هرگز. اصلا اینی که ما بناهامون رو خیلی واقعا چیز نداریم. یعنی اونطوری ما بنایی که مثلا حتی مثلا مسیحی ها مثلا کلیسای وانگ ارامنه در اصفهان که اونطوری نگه داشته شده، حالا من بعداً بهش میپردازم، نداریم. ولی خب رد پاهایی هست. مثلا من پارسال بوشهر بودم، توی موزه ملی بوشهر
آقای دکتر مشایخی که رئیس موزه هستن، عبدالکریم مشایخی، بله به من اومدن یه بخشی از موزه رو به من نشون دادن که خیلی جالب بود. دفاتر حساب کتاب تجار یهودی بوشهری بود به زبان فارسی هود. یعنی ترکیب عبری فارسی هود یعنی زبان فارسی حروف عبری، مثل فینگلیش مثلا. بعد به من گفتش که ببینین اینا وجود داره و اینا. من خیلی برام جالب بود که مثلا خب ما میدونستیم که تجارتخانه های یهودی خیلی زیادی توی بوشهر بوده. بعد گفت اینا وجود داره، کسی هست که اینا رو بخونه؟ گفتم بله. گفت واقعا ما می‌خوایم مثلا بالاخره، یعنی حتی تا بوشهر هم ما این رد پا رو دیدیم. توی روستاهای ایران، تو روستاهای شمال ایران، حتی از اسمهاشون الان شما میتونید بفهمید که این روستا یک موقعی روستا یهودی نشین بوده. مثل اوریم مثلا. اوریم یه واژه عبریه که حالا در یکی از روستاهای استان مازندران مثلا شما میتونید ببینید، یا روستاهای دیگه، یا در غرب کشور که به افرادی که تبار یهودی دارن، چون توی غرب کشور خیلی تغییر مذهب داده شد، پدر موسایی میگن و خانواده های پدر موسایی توی مثلا کردستان و اینا خب الان خیلی هستن. توی دماوند هم خب زیاده دیگه منطقه توی دماوند حتی به عبارتی میگن که سابقه حضور یهودیان در دماوند حتی به قبل از کوروش میرسه. یعنی دماوند خیلی سابقه طولانی داشته. هنوز ما یک گورستان تاریخی در دماوند داریم، گورستان گیلیارد که البته گیلارد بوده دیگه. بله، و از اسم گیلعاد که سردار به اصطلاح عبری بوده که به ایران اومده و از اونجا حمله کرده. منتها دوستان که هم لطفی میکنن هی میرن قبرها رو میریزن بیرون، فکر میکنن دفینه کشف میکنن اونجا. در صورتی که اصلا در آیین یهودیت نه، اصلا با مرده هیچی دفن نمیکنن، فقط کفنه. تقریبا مسلمان‌ها بله دیگه، کفنه فقط دیگه، هیچی دیگه نیستش. بعد ما یکی از، حالا به خصوص پدرم موقع زمانی که رئیس انجمن بود، واقعا ما یکی از زحماتمون این بود. انجمن کلیمیان. بله، انجمن کلیمیان که چند وقت یه دفعه مثلا میگفتن آقا گوراتون رو زدن، مثلا تخلیه کردن توی گیلارد و فلان اینا، آوردن بیرون. بعد ما مثلا میرفتیم میدیم گورا تخلیه شده، که استخون اونجا مثلا ریختن. بیشتر کسی که دنبال دفینه، آره مثلا دنبال دفینه و گنج و اینا، حالا که استخون کی مال کجاست و اینا دیگه همینجوری برگزار میشه. بعد از فتحعلی شاه به تهران میان و حالا داستان من از اونجا شروع میشه در واقع، و در منطقه اودلاجان ساکن میشن. خب منطقه اودلاجان، من معمولا هر وقت راجع به محله اودلاجان صحبت میکنم راجع به یک مسئله خیلی مهم صحبت میکنم، و اینکه محله کلیمیان در اودلاجان گتو نبوده. یعنی این مفهوم رو اول باید حتما دربارش صحبت شما قبل از راجع به گتو صحبت کنیم بگین اودلاجان کجاست، چون من میدونم ولی خیلی نمیدونم. بله درست. ببینین اودلاجان در واقع در جنوب تهران هستش، در خیابان مصطفی خمینی که قبلا خیابان سیروس خوانده می شده، و در منطقه پامنار، و اون جایی که یهودیان زندگی می کردن پامنار مرکزی بوده. تا حدود 50-60 سال پیش، تا حدود 40 سال هست. 40 سال پیش. بله، تا حدود 40 سال پیش زندگی می کردن. پامنار مرکزی بوده. الان یهودی اونجا زندگی می‌کنن؟ نه، الان ما یهودی اونجا نداریم. روبروش بیمارستان دکتر سپیره که در جنگ جهانی دوم در جریان شیوع طاعون، دکتر روح الله سپیر که تازه فارغ التحصیل شده بوده از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، در یکی از کنیسه‌های ما یه درمانگاهی رو دایر میکنه که این درمانگاه یواش یواش با کمک مردم یهودی به تدریج گسترش پیدا میکنه. البته در همون گیرودار دکتر سپیر به دلیل ابتلا به طاعون از بین میره، خودش فوت میشه، ولی این میراث رو جامعه یهودی ایران نگه میداره، بیمارستان رو اداره میکنه. بعد از اون بعضی بنیادهای خارجی مثل بنیاد جوینت از آمریکا یا اوتسر هتورا از اروپا، اینا به بیمارستان دکتر سپیر کمک‌های مالی میکنن. بیمارستان کم کم گسترش پیدا میکنه و از جمله کمک‌های خیلی مهم به بیمارستان که من حتما باید اینجا ذکر کنم، چون در یک دوره‌ای در آستانه انقلاب بیمارستان در آستانه تعطیلی قرار میگیره و کسی که اون موقع بیمارستان رو نجات میده از تعطیلی، هرچند که خواهش کرده نامش گفته نشه،
ولی من فکر میکنم یه ایران بهش دین داره که حتما نامش رو گفته بشه، حاج حبیب القانیان هستش که کمک قابل توجهی میکنه. اون موقع پدر من و مرحوم دکتر کامران بروخیم که هفته پیش فوت کردن، من برنامه تلویزیونیشون میدیدم. بله متاسفانه هفته پیش فوت لس آنجلس بودن. بله اون موقع از آقای طالقانی خیلی به نیکی یاد کردن برای مرحوم آیت الله طالقانی. اون موقع من پدرم تعریف میکنه، میگه که من و کامران رفتیم پیش حاج حبیب توی دفترش توی ساختمان پلاسکو و بهش گفتیم که حاج حبیب این بیمارستان تمام منطقه رو داره، چون بیمارستان خیریه یهودی بود ولی عمدتاً مسلمان‌ها بله اصلا عمدتاً که شاید بیش از بالای 90%. بهش میگیم که حاج حبیب این بیمارستان حیفه و داره خدمات رسانی میکنه و فلان و ما الان پول نداریم. و بعد میگه که فقط به من گفتش که چقدر میخوای؟ مثلا گفتم حالا یه مبلغی. ما مثلا فکر نمی‌کردیم مثلا حتی نصفش هم بتونیم مثلا. حالا میگه همونجا یه چک نوشت، همون مبلغی که من گفتم به من داد، گفتش که این چک مال بیمارستانه، به هیچ کس نمیگی که من دادم. اول انقلاب بودیم. بله اول انقلاب. من اینو برای خودم و شما نمیگم، برای کسی که میبینم میگم. از نظر مشرب سیاسی هارون یشایی و حبیب القانیان دو تا آدم متضاد 180 درجه، کاملا دو تا آدم، یعنی 180 درجه هیچ جوری با هم دیگه در یک چیز قرار نمیگرفتن. منتها پدر من اعتقاد داشتش که حاج حبیب یک آدم شریف و دغدغه‌مند و اصولیه. حاج حبیب هم یک اعتماد مطلق داشت به پدر من که اونم که آدم شریف یاد گرفتنی این رو کرد از هر دو طرف. یعنی واقعا یعنی اون موقع که با هم توی انجمن کلیمیان در مورد خب منابع مالی رو، همون موقع که پدر من چپ بود و زندانی سیاسی بود و فلان، خب حاج حبیب با اون تعلق خاطرش به دربار پدر من صدا کرد، گفتش که من میخوام صندوق ملی منابع مالی بسیار قابل توجه انجمن کلیمیان بود اون موقع. خب خیلی گفت من میخوام تو مدیریت اینجا رو به عهده بگیری. اون موقع که به قول ورزشی نویسا سر نخواستن هارون یشایی دعوا بوده. گفته تو من میخوام تو مدیریت اینجا رو به عهده بگیری و میگم من باش پیمان بستم و پدر من میگه من تا امروز بر سر اون پیمان هستم که من حالا خیلی معنادار و آموزنده است این کار. خیلی. بعد حالا نمیدونم یه چیزی هست نمیدونم بگم یا نگم. حالا اگه دوست دارین بگید بعد حذف میکنم اگه نخواستین. حالا چون اتفاق بامزه‌ایه. خب اون موقع پدر من چپ بود و یه جوری پدرخوانده خانواده‌های زندانیان سیاسی بود که مثلا دستگیر می‌کردن. مرحوم بیژن جزنی، ظریفی، خیلی یعنی من همیشه در ایام بچگی عادت داشتم که همیشه یکی رو گرفته بودم، بابای من بعد بود میرفت نمیدونم بچه‌شو میبرد نمیدونم دکتر خونش نمیدونم اجاره خونش رو فلان می‌کرد. یعنی این هم غیر یهودی همه اصلا یعنی اصلا یه چیز متداول بود توی خونه ما این فرهنگ. آره که اینو گرفتن و اونو گرفتن اینا. بعد پدر من تعریف میکنه، میگه خب من در این حال که اون خانواده‌های زندانیای سیاسی رو ساپورت میکردم و چیز میکردم و اینا، خب طبیعتا پول بهشون میدادم و اینا، در این حال در کنار حاج حبیب توی انجمن کلیمیان مدیریت امور مالی اینورم داشتم. بعد میگفتش که خب آدمای مختلفی به من مراجعه میکردن. بعد گفت یه دوره ساواک دیگه قاطی کرد که این با کیه؟ آره میگم منو صدا کردن و یک عالم عکس جلو من گذاشتن و بعد گفتن که خب خودت توضیح بده اصلا موضوع چیه. من خندم گرفته بود. گفتم بابا این جریان از این جریان جداست اصلا، اینا یه چیز دیگه هن. اونای بعد جالب اینه که حالا بابا با همین لحن خودمونی تعریف میکرد، میگه خب مثلا روحانیون ما، هاخام‌های ما فلان مراجعه میکردن، من باشون صحبت میکردم. بعد میگفت چریکا رو جای هاخاما میگرفتن، هاخاما رو جای چریکا. میگفت از اونا یه بازجویی دیگه میکردن، از اینا یه بازجویی دیگه، که اصلا میگفت اصلا یه مضحکه‌ای پیش اومده بود. ارتباطشون خیلی گسترده بود خیلی. و من همیشه پدرم میگفتش که آدم به آدم بودنش معتبره، نه به اینکه چی فکر میکنه و اینا. به هر حال بیمارستان با کمک‌های حاج حبیب در آستانه انقلاب تونست دوباره بلند شه از جاش. اون موقع دکتر کامران بروخیم هم تازه
مدرک مدیریت بیمارستانی از آمریکا گرفته بود و برگشته بود و خیلی پر انرژی و پر انگیزه و یعنی همه تیم کاملا پای بیمارستان ایستاده بودن. یادتون ارتباطون مرحوم کامران بروخیم با صاحبان انتشارات یهود بروخیم فامیل بودن؟ نسبت فامیل اینا تهرونیان. دکتر بروخیم خانساری بود. ما شهرها توی یهودیان ایران خیلی مهمه. یعنی دومین سوالی که معمولا ازتون میشه کجایی هستی، بعد که بگی به بابا پدر مادرت کجایی هست. این خیلی مهمه. مسئله راستون. آره بله. به هر حال روزهای انقلاب پیش اومد و خب روزهای انقلاب خیلی روزهای پرتنشی بود. من میخوام اینجا از مرحوم خانم حسیدیم هم یاد بکنم که ایشون نرس تحصیل کرده انگلیس بود، چون بعد از اینکه بیمارستان یعنی پا گرفت و جا گرفت و تبدیل به بیمارستان شد، از طرف من دقیقا نمیدونم از طرف بنیادهای یهودی در انگلیس هر سال بورسیه هایی از ایران میبردند آموزش میدادن، حالا در مقاطع مختلف، در رشته های مختلف برای اینکه بیان خدمت کنن در بیمارستان، که خیلی از افرادم اومدن و یعنی تقریبا اکثریت برگشتن و واقعا توی بیمارستان دکتر سفیر مشغول خدمت شدن. یعنی یک کادر درمانی اونجوری رو ما تأمین کردیم. بعد به هر حال روزای پرتنش انقلاب پیش اومد. انقلاب از سرچشمه شروع شد دیگه و دستجاتی که حالا تیر میخوردن، تیراندازی میشد و می آوردنشون مردم وارد بیمارستان میکردن. خب خیلی روزهای سختی بود. من یادمه که یکی از کارهای اصلی پدر من و خانم حسیدین و مرحوم کامران بروخیم این بود که زخمیایی که به بیمارستان میارن و یه جوری خارج کنن که ساواک نگیرتشون. خیلی مثلا کار سختی هم بود. خیلی کار سختی بود. خیلی کار پرریسک و سختی بود. فقط ساواک و پلیس نبود، خبرچین هم زیاد بود. خبرچین بود. بعد محله کوچیکی بود. اصلا یک ترفندایی می‌بستن که در حال اینا گرفتار نشن. و خب یه خاطره‌ای که پدر من همیشه تعریف میکنه و چون همه جا گفته منم اینجا میگم این بود که انقلاب پیروز شد دیگه. خب همه میدونستن که بیمارستان دکتر سفیر چه دین بزرگی داره به مردم اون منطقه. و یه روزی به پدر من گفتن که خودتو برسون بیمارستان، خیلی مهمه. بعد بابا رفت و وقتی برگشت این واقعه رو تعریف کرد. میگم من رفتم اونجا دیدم مرحوم حاج مانیان با یک حاج محمود مانیان، بله، با یک سبد گل بزرگ وایساده دم در بیمارستان. اینا هم دم در رو بستن، اجازه نمیدن بیان تو. حاج محمود مانیان فقط تو شما میدونید یکی از سران جبهه ملی در بازار بود. بله و بازاری خیلی خوشنامی هم شاخص‌ترین بازاری جبهه ملی بود. بله. خلاصه کاشف به عمل اومد که حاج مانیان یک سبد گلی از طرف آیت طالقانی و آیت الله خمینی برای قدردانی از زحمات فلان میخواد بیاد اونجا. اونا چون نمیدونستن کیه چیه، جریان رو نمیشناختن، هی دست کرده بودن تا پدر برسه. خب خیلی واقعا اونجا به خصوص با توجه به خصوص مثلا 1-2 سال بعد از انقلاب با توجه به مسئله مواد مخدر توی اون جا منطقه، خب خیلی باندهای مواد مخدر خیلی در صدد این بودن که به هر حال یه نفوذی به بیمارستان انجام بدن، داروها رو ببرن. به هر حال 1000 تا کار دیگه اونجا برای باندهای مواد مخدر توی بیمارستان. هنوز هم این سوء شهرت هست اون منطقه تا یه حدی برای بیمارستان، نه برای مواد مخدر، نه اصلا هنوز هم هست. سوء شهرت نیست، هستش اصلا. بعد من اینجا بازم باید از یه آدم خیلی مؤثر تو این جریان یاد کنم، آیت الله مهدوی کنی که ایشون رئیس کمیته انقلاب اسلامی، که ایشون واقعا، حالا من از زبان پدر دارم میگم و خودم هم خاطرات شخصی که دارم، واقعا به صورت یگانه و جانانه پای بیمارستان دکتر سفیر ایستادن تا بیمارستان تعطیل نشه. و این خب خیلی مهم بود که و همیشه هم میگفتن به هر قیمتی باز نگهش داریم. ولی یه چیزی که حالا من میخوام برگردم روی بقیه اماکن یهودی در اون منطقه، یه چیزی هست اینه که بالاخره در اول انقلاب گروه‌های تندرویی بودند که
یهودیان ایران رو دشمن میدونستند و دوست داشتند که اینجور وانمود کنن که همه یهودی‌ها نوکر اسرائیلن و بعد همشون از بین برد یا فراری داد. و این پایمردی شما و دفاع امثال آقای طالقانی و آقای مهدوی کنی و امثال اینا باعث شد که این نمیگم لطمات و خطرات صفر بشه ولی از یه حدی بالاتر نره. ببینین حتما همینطوره. یعنی از قبل از انقلاب در واقع بعد از اینکه حالا تیم روشنفکران یهودی ایران تشکیل شد و با آیت الله خمینی توی پاریس تماس گرفتن و آقای اشعری هم رفتن پاریس؟ نه، پدر پاریس نرفت ولی در ارتباط به اصطلاح مداوم. شما نمیدونستم این انجمن روشنفکران یهودی پاریس رفتن؟ نه نرفتش. ولی از طرف یهودی‌ها رفتن با ایشون دیدار کنن؟ بله، از طرف یهودی ایران رفتن با ایشون ملاقات کردن. بعدا میگم یادتون نیست. حالا نمیخوام و بهشون گفتن اگر قراره که برای ما مشکلی پیش بیاد بذارید ما همین الان از این کشور بریم، دعوا نداریم که میریم. نه، چون به هر حال خاطره عراق وجود داشت و اعدام دست جمعی یهودیان در میدان مرکزی عراق و اینا، به هر حال ترسیده بودن و اینکه عراقیای مقیم ایران مردام به ما میگفتن که آقا بترسید. همون موقع مقدارشون اومدن ایران بله. و اروپا هنوزم هستن. بله هی به ما میگفتن بترسید، ما این روزا رو تو عراق دیدیم. همین آقای خیلی از یهودیان عراقی بعداً رفتن اروپا آمریکا، مثل پروفسور ایتساک نقاش تو ییل یا آویشلیم در آکسفورد، اینا همه یهودی عراقی هستند. یا آدمای سامی زبیدی در دانشگاه لندن، اینا همه یهودی عراقی بودن. بله. خلاصه اونا هم هی میگفتن که بترسید و اینا، ولی خب به هر حال ارتباطای به خصوص پدر در سالهای قبل از انقلاب اسلامی و بعد هم واقعا خود بینش رهبران انقلاب که من اینجا از یه نفر دیگه هم باید نام ببرم که نقش مهمی توی این مسئله داشت و واقعا اونم یکی مرحوم آیت الله منتظری بود که یکی از افرادی بود که واقعا امنیت، نه تنها حالا اقلیت ما اصولا امنیت اقلیت ها رو در بخش مهمی مدیون ایشون هستیم و یکی هم شهید منتظری که محمد منتظری. بله، محمد منتظری. که ایشون معروف بود خیلی تند و رادیکاله. بله، در صورتی که ایشون به ظاهر معروف بود که خیلی تند و رادیکاله، ولی یکی از افرادی که چون 2-3 روز بعد از انقلاب ریختن توی انجمن کلیمیان که اینجا خانه فساد و صهیونیسم و فلان اینا، یکی از افرادی که در واقع اون آدم ها رو از انجمن کلیمیان خارج کرد و حالا یه خاطره هم بازم پدر ازش تعریف کرده، نمیدونم بگم نگم. اگه گفتن که بگین دیگه. آره پدر، چون خب حتی اونایی که گوشین گفته رو سانسور نکنید، چون خب خیلی دوست بودن دیگه. بعد میگفتش که من یه روز جفتشون رادیکال بودن. بله دیگه، جفتشون رادیکال بودن. گفتم محمد آقا ریختن توی انجمن کلیمیان و اینا. بعد میگفت خودش اومد جلو در انجمن ایستاد. محل انجمن کجا بود؟ خیابون شیخادی هم که همزمان ایستاد و میگفتش که بهشون گفته به قرآن اگر اینجا رو بخواین تسخیر کنین و فلان کنین و اینا، خودم باهاتون میجنگم و تیراندازی میکنم. اینا باید در امان باشن و بالاخره وایساده تا رفتن بیرون. آقای محمد منتظری هم همین میدونن که اهل کار بود، یعنی شعار نه اصلا شوخی نداشت. با کار آره، یعنی اون واقعا اون روز، یعنی ما چند تا بحران این مدلی داشتیم. در حال حالا افرادی که دخیل بودن آدم باید اسمشون رو ببره. من خیلی اصلا مورد تاریخ دیگه. بله، از جمله احمد آقای خمینی که اونم جز افرادی بود که خب خیلی حالا یه مشی میانه روی اینطوری یه نواخت نبود ولی به تدریج خیلی متعادل شد. از جمله مسائلی که اون روز یعنی در روزهای اول انقلاب پیش اومد گرفتن سفارت اسرائیل بود که حالا اگر قرار باشه اینم یه نقطه عطفی در مورد شاید اولین قانون مداری ها در جمهوری اسلامی بدونیم اینه که سفارت اسرائیل رو اومدن مصادره کردن دیگه. بله، خیابون کاخ. خب ملک انجمن بود و هست و انجمن به سفارت اسرائیل اجاره داده بود و ریختن که خب طبیعتا گرفتن و فلان. تقریبا همون اول انقلاب و همزمان با سفر عرفات بود دیگه تقریبا. و خب به هر حال
پدر مراجعه کردن به دفتر آیت الله خمینی و حالا نمیدونم اون موقع فکر میکنم خیلی دل و جرأت داشت. میگم من رفتم اسناد رو بردم براشون، گفتم که آقا این ما کار غیر قانونی نکردیم، این اجازه ساواک، اجازه وزارت خارجه است، این قبضای اجاره دولت اسرائیل، تازه یه ما هم زیادی اجاره دادن و چیزی نبوده. و اونجا بود که میگم شاید اولین نشانه های قانون مداری، گفتن که بله کار غیر قانونی صورت نگرفته و مالکیت سفارت اسرائیل به انجمن برگشت و هنوزم هست. و الان که از دست آدمایی که جمهوری اسلامی خیلی خوشش نمیاد، خب دست فتحه. آره دیگه. و همون موقع، حالا اون موقع به خاطر حالا روابط خیلی خوب پدر با آقای چیز بود، کی بود اسمش اومده بود؟ ابو عیاد. نه یاسر عرفات. نه یاسر عرفات نه. هانی الحسن. الان دختر سفیر در ایران دیگه. نه اون هانی الحسن. نه هانی الحسن بعد صلاح اومد. بعد صلاح زبان. هانی الحسن که اول انقلاب اومد. آره. به هر حال اون فیلم معروفش هم هست دیگه. بله، تو سر سفره بغل هم نشسته. بله. و همونجا دیگه انجمن کلیمیون به عنوان یک پیام حسن نیت و پیام صلح و در واقع همدلی و اینا گفتش که خیلی خوب مالکیت مال ماه، شما بشینید. که اونا اجاره میدن الان؟ نه خیر، اونا گفتن ما اجاره میدیم ولی تا امروز ندادن. تلافیش در بردن دیگه. اونا اشغال کردن دیگه. چیزی که عوض داره گله نداره. در حال هستن دیگه. حالا مهمان ما هستن فعلا. این خب حالا برگردیم به اودلاجان. در واقع تمام بناهای تاریخی یهودیان ایران تا قبل از پهلوی اول در اودلاجان متمرکزه. اگر از گورستان گیلیارد بگذریم، یهودیان تهران ببخشید، یهودیان تهران در اودلاجان متمرکزه. بر اساس دستور جلسه انجمن کلیمیان تهران در سال 1369 12 باب کنیسه توی اودلاجان مرکزی که بشه حد فاصل خیابان سیروس و پامنار اونجا وجود داشته. البته فعال نبوده چون همون موقع یهودیان دیگه تقریبا در محله نبودن، ولی رسم یهودیان در محله این بوده، حالا برخلاف مسیحیان که کلیساهای با شکوه و اینا میسازن و دست جمعی میرن، این بوده که هر خونه‌ای که 4-5 تا خانوار یهودی توش بودن که معمولا هم پر جمعیت بودن که میتونسته به 10 تا مرد برسه که نماز جماعت بتونن برگزار کنن، یه اتاق کوچولو رو به عنوان کنیسه میگیرن. ولی این جالبه که شما هم مثل خیلی از اصطلاح ساکنان اقلیت یک منطقه از کلمه محله استفاده میکنید. اینم بله جالبه. بله اصلا تا همین امروز هم ما از کلمه محله اسم خاصه دیگه داخل گیومه. بله. یعنی اسم عام نیست. من خواستم توضیح بدم. نه اسم خاصه. یعنی شما همین الانم توی اودلاجان مرکزی که برید نشانه هاش مثلا تا ببینید که کوچه‌ای بود به نام کوچه 7 کنیسا. من اون دفعه که تشریف بردین من نشونتون دادم یا نه. بعد شد 7 مسجد، بعد الان شده شهید یامی که نشانه های 7 تا کنیسا قشنگ توش مشخص بود. 7 الان وجود نداره. نه وجود نداره، برای اینکه یه طرح تفسیری تهران پیش اومد که اغلبش خرابه و مخروبه و اینا بود. قرار بر این شد که این خرابه هایی که اغلب سند نداشت شهرداری به جاش 2 تا بنای تاریخی ما رو شناسایی کرد و سند داد. معوض است. بله، که یکیش باشه که کنیسای هاداش که کنیسای کوچیک‌تر هستش که سنگ نوشته داره و فلان اینا که قدیمی‌تر از کنیسای عزرا یعقوب 4 یا 5 سال. یکی هم بشه کنیسای عزرا یعقوب که در واقع بزرگترین کنیسای محله بوده و خب اصلا به نظر من یه گوهر، حتی به نسبت بقیه اماکن دیگه یه گوهر یگانه است، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ اجتماعی در محله اودلاجان. تاریخ تأسیسشون که 1273 شمسی در زمان ناصرالدین شاه. 73 میشه تقریبا سال آخر سلطنت تقریبا یا یه سال مونده. یه سال یا 2 سال. بله. در فاصله بین نهضت تنباکو تا ترور ناصرالدین شاه. بله. تو اون 2 سال آخر. الان
چند تا کلیسا در اون محله و چند تا کلیسا در کل تهران، کنیسه میگم کلیسا بخشید، چند تا کنیسه در کل تهران و اون محله وجود داره؟ ببین الان اونجا 2 تا کنیسای تاریخی وجود داره که مربوط به زمان قاجاره. اون طرف خیابون روبروی بیمارستان دکتر یعنی در همون بر بیمارستان دکتر سپیر یه کنیسای دیگه هستش که کنیسای جدیدتری هست، مربوط به پهلوی اوله که به نام کلیسای ملا حنینا گفته میشه که دایره و توش میخونن و اینا. یعنی مراجعه کننده هم داره؟ بله مراجعه کننده داره شب‌های شنبه. غیر از اون بعد از اون ما اولین که کنیسایی که بیرون از محله دایر میشه کنیسای 3 تیر هستش که اون دفعه با هم دیگه شما نه من نبودم. همون کلیسای قدیمان بهش کنیسای قوم سلطنت میگفتن. بله همونه که اولین کنیسایی هستش که خارج از محوطه اودلاجان در تهران ساخته شد که در واقع وقتیه که مدرنیزاسیون در اواخر سلطنت قاجار که بشه دوره احمدشاه وارد ایران میشه. اون موقع بنیاد آلیانس خب خیلی پرکار بوده و مدارس آلیانس در سراسر ایران دایر شده بودن که اولین نمونه های آموزش پرورش نوین بودن در ایران. از جمله مادر بزرگ خود من فارغ التحصیل آلیانس بود. مادر بله. و بعد از آمدن مدرنیته به ایران ما شاهد یک تحول ماهوی در جامعه یهودی ایران هستیم که حالا من میخواستم این تعریف رو اینجا شاید بهتر باشه بگم که فرق بین گتو و محله. بفهمید. ببینین گتو چون یه تصور وجود داره که یه جای بسته قلعه مانند اصلا ما یکی از چالش هامون که در این چند سال چیز میکردیم به هر حال با خارج از کشور رو گفتگو میکردیم اینه که در متون خارجی محله های ایران رو، چون مثلا ما محله جوباره هم داریم که ساکنین یهودی داشته، یا محله قاشق تراشای همدان رو هم داریم. این محلات یهودیان ایران رو با گتو ترجمه نکنن، برای اینکه گتو اصلا یه تعریف دیگه‌ای داره. گتو بر اساس هویت و مذهب یهودی تشکیل میشه و صرفا ساکنین یهودی داشته، یعنی جداسازی کاملا یک فضای جدای از شهر و حصار داره، در داره، قلعه مجزا مثلا تقریبا که این مثلا در شب بسته میشه صبح باز میشه، بعد اصولا غیر خودشون رفت آمد نمیشه رفت آمد بشه، غیر یهودی اونجا ساکن نیستش و اصولا جای گسترش نداشته. یعنی هی اضافه میشده مثل گتوی ورشو یا مثل گتوی ونیز یا گتوی پاریس. ولی در ایران اینطوری نبوده. در ایران محله بوده، یعنی همون موقعی هم که اومدن یهودیا به محله اودلاجان یا حالا به طور مشخص‌تر به سرچال که اون عکس معروف سوروکین روسی سفرگین اون مربوط به سرچاله، همون میدانچه کوچیکیه که آنتوان سفرگین، بله اون عکسه که در واقع جنب کوچه کنیسای عزرا یعقوبه که همون موقع نشون میده جامعه یهودی تهران رو که به هر حال خیلی فقیر و خیلی فقر زده و خیلی در محدودیت بودن و در فشار. یک کوچولو اجازه بدید من این تعریف محله رو تمام کنم. اونجا ببینین یهودی و مسلمان با همدیگه زندگی میکردن. شما تو اون محله بگردین الان اینور کنیسای عزرا یعقوب، اونور مسجد حوض، اونور امامزاده یحیاست. کتاب خاطرات پدر خیلی مفصل روزی که نام خود رو دانستم خیلی راجع به موضوع بله کاملا، یعنی یک حالا برخوردهای پیش می اومده گاهی وقتها مثلا اون برخوردی که حالا به سرخر آقا معروفه پیش می اومده که حتی کشته هم میداده، غارت هم میشده، همه اینا ولی مجموعاً ولی جدا نبوده. میدونین یعنی جدا نبوده. ما حالا یه چیز این برخورد تو محله‌های دیگه بین خود مسلمانان وجود داشته. خب حالا اون برخوردها ماهیت یهودی و مسلمانی داشته. میدونین چی میگم؟ اون جای دیگه هم حیدری نعمتی بود. حالا مثلا در حال این رفتارها بوده دیگه. و یه چیزی که حالا اینجا من میخوام یه گلایه‌ای واقعا بکنم اینه که من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ما واقعا
بعد از انقلاب ما فشاری رومون نبوده، یعنی در کنیسه هم بازه، نمیدونم اماکن خودمون رو داریم. ما چندین سازمان جوانان فقط در تهران داریم، شعبه سازمان دانشجویان در شیراز داریم، در اصفهان داریم، یعنی نهادهای مدنی خیلی مفصلی داریم. منتها افسوس ما الان اینه که میگن که خب در این نهادهای مدنیتون یا در مراسمی که برگزار میکنید غیر یهودی، حالا به طور مشخص مسلمان، نباید بیاد. خب ما خیلی از مراسمون واقعا ماهیتی داره که دلمون میخواد ملیه، اصلا ملیه، دلمون میخواد دوستان مسلمانمون بیاد. اصلا در بعضی موارد همکاری های مشترک کردیم یا پروژه های مشترک داشتیم، بعد مثلا ما میخوایم اینا رو دعوت کنیم، بعد میگیم چجوری دعوت کنیم، بعد میخوایم نکنیم، چجوری دعوت نکنیم. چرا این اساسا راجع به ارامنه نیست؟ راجع به ارامنه فکر میکنم مثلا من هست. خودم بارها دعوت شدم به این مراسم سالگرد قتل عام ارامنه مثلا، خب یا اونجا مسلمون بوده. من فکر کنم حالا به جز حالا شما تاریخ نگارین دیگه. نه ولی تو مثلا جشن ارامنه مثلا مواردی بوده تو باشگاه ارامنه دعوت کردم، یعنی میگم حساسیت، نمیدونم به ما اینطوری گفتن و یه ذرم یه خود از زمان آقای احمدی نژاد حاد نشده. چرا؟ در واقع شما راجع به این تجربه آقای احمدی نژاد یه خود به ما بگید و اون ماجرای عوض کردن رئیس مذهبیتون. ببینید ما در واقع نمیدونم، فکر میکنم که آقای احمدی نژاد در یک دوره‌ای به دلیل اطرافیانش، بله میدونیم که هممون میدونیم کی هستن، به دلیل اطرافیانشون دوچار یه نمیدونم چی بگم، دوچار یعنی اقداماتی رو انجام دادن که اصلا ما آشنا نبودیم باهاش، حداقل در 100 سال تاریخ ایران. در مورد خودش میگم یهود ستیزی جاهلانه، نه لزوما مغرضانه، از روی حماقت. شاید یعنی اصلا اونایی که هدایت میکردن مغرض بودن ولی بله. خودش نمیدونست اصلا لزومی نداشت. اصلا ورود حاکمیت ایران به هولوکاست بدون اینکه، حالا تازه همیشه ما توی همه جوامع بین المللی سرمون بالا بود که آقا اون موقعی که کشورهای اروپایی متمدن داشتن شما رو دست می‌کشتن، ایرانیان نجاتتون دادن. در سال نمیدونم قحطی شده بود، بالاخره جنگ بود، فشار بود، آخرین یهودیان لهستان، بله یهودیان لهستان، حتی پاریس، اینا اومدن ایران و ما همیشه پاسپورت جعلی و هزار تا چیز. بله یعنی ما به عنوان همیشه نقطه قوت تاریخ ایران ما اینو میدونستیم که ما شما رو پناه دادیم. به یهودیان عراقی میگفتیم که آقا اون موقعی که اومد حزب بس، بله حزب بس داشت دست میکشتتون و مصادره میکرد و پدرتون رو در آورده بود و فلان، ایران مرزهاش رو باز کرد که شما اومدین و اینا. از یک نقطه قوت به یک چالش بین‌المللی، یعنی مثلا ما نمیدونیم به چه دلیلی حاکمیت ایران وارد موضوع هولوکاست شد. اصلا موضوع بسیار باند آقای احمدی نژاد حاکمیت هول داد به این سمت. حالا هول داد دیگه بالاخره، یعنی یه دوره‌ای شد که خب ما به هر حال ببینین هر چقدر هم تحت فشار باشیم، حالا حداقل من فکر میکنم، من از طرف خیلی از همکیشانمون میتونم بگم، ما یه حس یگانگی احساس میکنیم با حاکمیتمون. یعنی اینطوری نیستش که بخوایم مثلا حالشو بگیریم و نمیدونم بجنگیم باهاشو، مثلا پشت سرش یه کاری بکنیم و اصلا جزء اصول. خیلی هم الان تو دنیا کسانی زیادی هستند که دوست دارن هول بدن یهودیان ایرانی به معارضه و حکومت به یهود ستیزی متهم کنن. این خیلی گرایش مورد علاقه خیلی هست دیگه. یه موردم فرمودید که رهبر مذهبی یهودی رو مثلا اون موقع برای اولین بار مثلا به ما فشار آوردن. بله در تاریخ اصلا همچین چیزی اصلا سابقه نداشت. به ما فشار آوردن که ما خودمون رهبر مذهبیتون رو انتخاب میکنیم. بعد حالا مثلا رهبر مذهبی ما کی اومدن انتخاب کردن که البته مردم مقاومت کردن، اونام دیگه پاشون توی کنیسه نذاشتن. این ناتوروکارتاها هستن که از یهودی ضد اسرائیل در از امریکا میان که نه یک کلمه فارسی بلد بود و نه یک کلمه عبری حرف میزد. اینا مثلا این مثلا که البته میگم اصلا نشد، ولی خب همین اقدامش خیلی تنفری ایجاد میکنه. بله اصلا یعنی یه کارهایی که اصلا بعدش هم که بعد از اعتراضی که پدر نسبت به اون مسئله هولوکاست کرد و اون نامه‌ای که به دست آقای احمدی نژاد داد که آقای رئیس جمهور هولوکاست افسانه نیست، بعد ظرف یک هفته یا نمیدونم چقدر به هر حال بهش گفتن که باید استعفا بده و استعفا داد. با توجه به اینکه حالا اون موقع به خصوص
به هر حال پدر در لابی یهودیان جهان خیلی آدم با نفوذ و خوشنامی بود و مثلا هست. یه دارایی بود برای ایران. آره دقیقاً یه دارایی بود. بله. خب مثلا در اوج نفوذ و محبوبیت و نمیدونم فلان و اینا یه دفعه گفتن آقا شما باید با اون سابقه مبارزاتی و آره فرهنگی شما باید بعد یه عده دیگه اومدن که اصلا با یه خوشبینانه حالت چیزی که 0 کیلومتر بودن دیگه. نه اصلا 0 کیلومتر نبودن اتفاقا. یه هدف داشتن. آره یعنی اصلا با سوء استفاده چی آره اصلا یه ماجرا اصلا یه روی دیگه گرفت. حالا من میخوام قبل از که وارد بخش بازسازی بشم یه سوال بکنم. غیر از بیمارستان دکتر سپیر، اون حموم معروف منطقه که شما دوباره به ما نشون دادید، اون یه ویژگی خاصی داره که جزء بازسازی شما هست. بله. من می‌خواستم قبل از که وارد بازسازی کنیسه‌ها و بقیه بشین راجع به این حموم و بازسازیش و اصل سابقش و وضعیت فعلیش و بازسازیش توضیح بدید. بعد راجع به کنیسه‌ها میشه. ببین حمام اگر من اشتباه نکنم مربوط به سال اسمش هم بگید، حمام کشوری و سلیمانیه بالای بیمارستان دکتر سپیر در خیابان مصطفی خمینی هستش. 1326 اگر اشتباه نکنم، یعنی بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم. بله. دلیلش هم این بوده که حمام‌های خیلی بدساخت و مفلوکی این ور اونور محله بوده. منتها چون مسلمانان اجازه نمیدادن یهودیان از حمامشون استفاده بکنن، حالا روایته میگن که خانم کشور که بعد از سالها نزد و نیاز و فلان اینا حامله میشه، میاد بره، چون به هر حال آدم پولداری بوده اون موقع، میاد بره یه حمام معمولی و اجازه نمیدن و با کتک میندازنش بیرون و بچه سقط میشه و بعد از اونم دیگه بچه دار نمیشن و میگه من این حمام رو وقف میکنم. منتها وقتی که وقف میکنه یه نمره هایی رو میسازن که اولین به عبارتی میگن اولین حمام مسطح دوشدار و نمره دار تهران بوده. حالا من واقعا نمیدونم چقدر ممکنه موثق باشه، محل بحث. بله. و میگن که این دوشدارا و نمره ها هر کسی بیاد میتونه ازش استفاده بکنه، ولی اون عمومیا که حوض بزرگ و فضای بزرگ و اینا داشته، مال ساکنان یهودی محله بوده که حالا توش مراسم نمیدونم حمام زایمان و حمام عروسی و از این چیزا هم توش برگزار میشده. چیز هم داشت دیگه، چی میگن، خیلی اومدن اونجا حاجت میگرفتن. حالا میگفتن حاجت میده. بگید خود راجع به این. حالا اونو نه خیلی این خوانندگان زرد پسند به این موضوعات علاقه‌مند. اونجا یه دلاکی داشت، خدا رحمتش کنه، به نام فاطمه خانم. یعنی اون مسلمانم. بله مسلمان، استادش بود دیگه. اوسا عمومی. آره دیگه اون زنوسا. و اون میگفتش که یعنی مدیریت این مسئله، ما هرچی هم بهش میگفتیم فاطمه خانم نکن این دردسر میشه پس فردا برام، کار خودشو میکرد چون 24 ساعته تو همون بود، کسی هم نمیتونست جلوشو بگیره. سنت خرافی هم بگین که خب یه آب 40 کلیدی بود که در واقع میگفتن که فاضلاب، نه آب معمولی، نه فاضلاب حمام یهودیا مهاجت میده، شفا میده. آره فاطمه خانم هم اینو به عنوان خیلی جدی گرفته بود دیگه. اینو مال درآمد. آره و تا همین اواخر هم، یعنی تا همین پارسال هم به ما میگفتن که یه وقتی مراجعه میکردن، یعنی همون تعطیل شد ولی این کار ادامه داشت. نه ببینید اصلا فاطمه خانم که فوت کرد مثلا حدود 15-20 سال پیش، دقیقاً یادم نمیاد کی فوت کردش. فاطمه خانم که فوت کرد اصلا این بساط برچیده شد، برای اینکه ولی یه مراجعه میکردن. هنوزم مراجعه میکنن، میان یعنی که بیان آب بریزن، آب فاضلاب بده سرش که بچه دارشن، مثلا شوهر پیدا کنن، مثلا بختشون باز بشه. شاید بعضی از هنرپیشه اومدن اینجا 5-6 بار اختلاس سرشون 5-6 تا شوهر گیرشون اومده. حالا نمیخوام اسم ببرم. الان که حالا دیگه فکر کنم یه 10-15 سالی میشه که حمام دیگه دایر نیستش. بعد الان هر چی زیادی اووردوز هم میاد کردن، زیادی گیرشون. آره بعد ما هر چی میگیم با اون موقع اصلا یه سوء تفاهم بود. اون دلاک همون خودش هر چی ما میگفتیم نکنیم کارو انجام میداد. شفا گرفتن که ادامه میدن دیگه. ببینید حالا الان بعد میگن که آقا پس ما یه دوری بریم دور بزنیم. اگه با دوره بریم دور بزنیم. واقعا مراجعه کننده هستن. آره گاه گداری میان. یه وقتایی هم میبینین که مثلا این ملاها و اونای محلی میفرستن، میگن برو مثلا همون جودا ببین چه جوری میشه، وقت تو اونجا باز میکنن و فلان برای ازدواج و بچه دار شدن. آره دیگه مثلا برای این چیزا، بعد خلاصه آره حالا میان یه دوری میزنن و ببین این چیزای خرافی به نظر من، چون من اصلا اعتقاد ندارم بهش،
چون آخرین مراحل مراجعه هستش، یعنی یارو همه کار مستاصل کرده دیگه مثلا تهش میرسه به اونجا، آخرین آره راهکار اونجا معمولا خیلی وقتا در فاینال 60-70% موارد بالاخره یکی از اون راه حل‌های قبلی عمل میکنه دیگه، ولی مینوزه گردن. آره ولی میگه خب حالا این شده. خیلی خوب. حالا این حموم در چه وضعیه الان؟ ببین الان حمام چون خب سالها بود متروک شده بود و با توجه به هزینه خیلی گزافی که بازسازی یه سری چیزاشم دزدیده بودن فرمودید. بله یه سری چیزاشم دزدیده بودن. اتفاق خوبی که در مورد حمام افتاده اینه که 2 ماه یا 3 ماه قبل میراث، چون اونجا ثبت آثار ملیه، میراث وارد شد، کارشناسانش رو فرستاد، البته با اقدام انجمن کلیمیان که درخواست کرده بود و یه بودجه اختصاص داد. میراث فرهنگی تهران. بله میراث فرهنگی تهران یه بودجه اختصاص داد به پیمانکاران خودش که بنا رو، یعنی قانون میراث اینه که وقتی وارد میشه اولین بودجه رو میده به نجات بنا از خرابی و همون منطقی هم هست. آره دیگه همون بودجه رو اختصاص داد که سقف رو کلاً برداشتن و دوباره چیدن و تیراهن همون سبک و سیاق قدیمی. به همون سبک و سیاق قدیمی و یه مقدار دیوارهایی که در شرف فروریزی و آوارهایی که توی پشت بوم بوده رو برداشتن و خب واقعا الان بنا حفظ میشه، ولی خب این بنا بازسازیش خیلی هزینه بره. پس یه طرف هم حالا ما دیگه یه وقتایی توکل میکنیم دیگه، میشه دیگه، مثل عزرا یعقوب که من شد. آخرین بار که شما رو دیدم قبل از که این کار شروع بشه خیلی ناامید بودین، ولی الان خیلی مثل قبل ناامید نیستید. خب ببین 2 تا عامل، یکی این که کمک مردمه که واقعا حالا من خیلی پایداری کردم، توضیح دادم، فیسبوکمو شما می‌بینید، هر جایی بوده گذاشتم، یادداشت‌های روزنامه هم داره دیگه. یادداشت‌های روزنامه بوده، همه اینا هستش، پایداری مردم بوده. و یکی هم اتفاق خوبی که افتاده اینه که یه بودجه‌ای هم به عزرا یعقوب اختصاص داده میراث فرهنگی تهران که خب خیلی یعنی واقعا لطف کردن. من اونو وقتی میگم اینم باید بگم ببینید من میگم وظیفه‌شونه، منتها چه این وظیفه خیلی اوقات بهش عمل نمیشه، حکم لطف پیدا میکنه. یه ذره فراتر از وظیفه. نه میگم از فرط کمیابی لطف ما بهش میگیم دیگه. ببین چون کنیسای، چون حمام کشوری تقریبا اونور خیابون که به هر حال اونم میراث جامعه یهودیه و البته میراث ملیه، خب بودجه رو گرفته بود. خب ما در کمال ناامیدی اومدیم یه اقدامی کردیم. آقای دکتر سامیه نماینده ما در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشت و پیگیری کرد و انصافاً به هر حال تلاشی کرد، ولی ما کارشناسای میراث رو بردیم گفتیم آقا شما فضا رو ببینید، چون ظاهرا اینطوری که به ما گفتند اول شهریور سال مالی میراث بسته میشه. ما مثلا شما فکر کنید که 5 مرداد یا همچین چیزی مثلا نامه نوشتیم، حالا تا بیاد و بره و پیگیری بشه و ثبت بشه و اینجوری و روان اداری که داره و اینا. بعد ما رفتیم و کارشناس میراث بردیم گفتیم آقا اینه. و انصافا آقای مهندس بهروز مرباقی که رئیس طرح مرمت کنیسا هستن و قراردادی با انجمن کلیمیان دارن، همون آقایی که اون مجموعه بله خانه اردیبهشت رو هم مرمت کردن و راه انداختن. بله دیگه ایشون توضیح دادن و من توضیح تاریخی دادم و ایشون توضیح فنی دادن و اون فضای به هر حال بیش از 850 متر، یه فضای خیلی بزرگه اونجا توضیح دادن و ما گفتیم که کارشناس گفتش که والا خانم این سال مالی داره بسته میشه، من فکر نمی کنم دیگه اون برم که بودجه گرفتین و اینا. ما بودیم حالا خیلی باش دیگه نمیشه دیگه، نشد حالا سال دیگه میریم. ولی شد. بعد 3 روز بعدش به من زنگ زد گفتش که من رفتم با مدیر کل صحبت کردم، مدیر کل گفته که گزارش رو بفرستید 2 روز قبل از بسته شدن سال مالی بهتون بودجه میدیم. ببین شما میگین همون شفا نمیده و حاجت نمیده، اینجا حاجت داده دیگه. بعد خلاصه رفتیم و دیگه سریع گزارش رو نوشت و بازم ما در کمال ناامیدی گفتیم خب حالا شاید هم شد دیگه، حالا یه وقتم دیدی شد. بعد یه دفعه دیدیم که بله نماینده میراث اومد و اعلام کرد و گفتش که پیمانکارش هم مشخص شد و پیمانکارش هم آقای مهندس امید خدمه، خیلی هم آدم وارد و باسواد و اومدن و جلسه مشترک گذاشتیم و الان در واقع 2 تا تیم داره توی اون مجموعه فرهنگی عزرا یعقوب مال خودتون، یکی مال خودمون که مردم دارن کمک مالی میکنن که
تا همین امروز که من اینجا نشستم 1 میلیارد و 100 کمک مالی کردن. ولی یهودیای ثروتمند دنیا هم باید کمک کنن دیگه. حالا دست تو دلتون نمیخوام بذارم، ولی بالاخره اونها دیگه حالا ثروت افسانه‌ای یهودیان ایرانی خارج. حالا دیگه ما چیز دیگه ما اصولا به این عادت کردیم که حالا خورد بالاخره یه میشه دیگه. ریاضتکش به بادامی بسازه. واقعا ریاضتکش به بادامی بسازه. حالا خورد داره میاد دیگه. الحمدلله ان شاء الله اونم این صحبت گوش میکنن بیشتر ان شاء الله. حالا اگه برگردیم رو کنیسه هایی که داره بازسازی میشه، فقط اینو بگم که عزرا یعقوب از 3 هفته پیش که تیم میراث اومد الان دیگه داره استحکام بخشی سقف ها و ستون ها و مستندنگاری میکنید، اینو مدام مینویسید و گزارش میدید. الان چند تا کنیسه در دست بازسازیه در اودلاجه؟ همین یه دونه هست، چون اون یکی قبلا بازسازی شد. ولی ما اونایی که ما دیدیم 2 تا خرابه دیگه هم بود، یعنی 2 تا توی هم پامدار اونام 2 تا چیز بود که تقریبا متروکه بود، حالا خراب هم نبود. اونا رو دست نزدیم. نه اونا رو دست نزدیم، فقط ما امیدمون اینه که چون مجموعه عزرا یعقوب یک خصلتی، حالا اینو بگم این دفعه دیگه خیلی خسته شدیم هممون. مجموعه عزرا یعقوب مجموعه عزرا یعقوب یک خصلت یگانه داشته که اصلا علت من برای اینکه حالا علاوه بر ارادتم به عزرا یعقوب که در واقع میخوام ادامش بدم اینه که ما تاریخ شفاهی مجموعه عزرا یعقوب رو جمع آوری کردیم و افرادی که دهه 40 چون اونجا هنوز باز و دایم این همون کنیسه‌ای که گفتین وقایع مشروط هم توش بود. بله وقایع مشروط. خود راجع به اینم توضیح بدین. خب اونجا البته توی اسناد تاریخی نوشتن که در کنیسه هاداش سید جمال واعظ صحبت میکرده و مبارزین مشروطه در اونجا بودن. سید جمال واعظ اصفهانی که بله پدر جمال محمد الجمال و که سخنرانیش توی مجله به نام الجمال چاپ میشد همون موقع. اینا سخنش اونجا بوده. بله. یعنی اولین بار کسی که مسئله تساوی حقوقی یهودیان و مسلمانان رو به صورت واضح صحبت میکنه دربارش ایشون بوده. توی کتاب حبیب لوی میگن کنیسه هاداش بوده، ولی خب از اونجایی که کنیسه عزرا یعقوب بزرگترین فضای ما بوده توی منطقی تر اینه که اونجا هم بوده باشه. ممکنه صح گفته شه. آره. هم اونه، هم این که به هر حال کنیسه عزرا یعقوب به دست یک زن بنا میشه، همسر عزرا یعقوب صنوبر خانم حق نظر، مثل مسئله گوهرشاد. یعنی من به هر حال یه علقه اینطوری هم دارم که دیگه 130 سال قبل یه زن یهودی هم مدیریت مالیشو به عهده میگیره هم مدیریت ساختاریشو. بعد این تاریخچه‌اش موجوده، منتشر شده تاریخچه‌اش موجود. و یکی اونه و یکی هم اینه که اونایی که دهه 40 توی محل زندگی میکردن به ما میگفتن که ببین در این کنیسه اصلا باز بوده، ما اصلا فرهنگی به نام در بسته نداشتیم اینجا. ما در کنیسه باز بوده. بعد مثلا هفته 2-3 بار جلساتی از پزشکای بیمارستان دکتر سپیر می اومدن، من بهداشت بارداری، شیر دادن، مایه کوبی، بعد میگفتش که همه می اومدن. میگه اصلا مصاحبت میگه ما کلاسای خیاطی داشتیم، تورای تهرانگردی داشتیم، نمیدونم. الان هم هست اونجا بود که سینما اینا بود یا یک کنیسه بود جای دیگه بود. بعد میگم این در باز بوده. میگم اصلا ما نمی‌پرسیدیم که یهودیه کی مسلمونه کی فلان، ما اعلام میکردیم میگفتیم ما مثلا روز چهارشنبه ساعت فلان جلسه است، میدیدیم همه گوش تا گوش نشستن. این خیلی میراث با ارزشی، خیلی میراث با ارزشی، همزیستی و اینکه اونم تو اون فضای فقر و عدم سلامت و درمان ناکافی و اینا، یعنی این خیلی، من واقعا فقط امیدم اینه که ما بتونیم اون مجموعه فرهنگی رو دوباره به دهه 40 خودش برگردونیم. دورنمای کارتون چیه؟ یعنی فازبندیش چجوری؟ ببینید دورنمای کار ما اینه که خب الان میراث اونجا داره استحکام بخشی میکنه، سقف رو سبک میکنه، ستونها رو درست میکنه، دیوارهایی که به هر حال در اثر فرو نشسته این 130 سال مشکل پیدا کردن. یعنی ما اونجا با این 800 و خورده میلیون بودجه‌ای که حالا حداقل میراث ما گفته در فاز اول ما بهتون دادیم که حالا تو این اوضاع به هر حال مبلغ با ارزشی، اونجا در واقع این کارای اینطوریش تموم بشه، یعنی بنا به ثبات برسه، از تخریب نجات پیدا کنه. از تخریب نجات پیدا کنه و
بعد از اون چون در تمام این سالها در و پنجره ها عوض شده، کف عوض شده، یعنی ما در واقع میخوایم به همون شکل اوریجینال سابقش برگردیم، شبیه سازی همون بشه و امیدواریم بتونیم اونجا حالا یه مجموعه فرهنگیه که کنیسا که اون طرف محل عبادت و معمولا ماهی 1 بار یا 2 بار عبادت توش که اصلا یه بخش جدایی که هیچی، ولی بشه یه مجموعه کتابخانه و فرهنگی و ما بتونیم برنامه‌های مشترک بذاریم، بتونیم اجرا مثل جای دیگه فرهنگی هنری، کافی شاپ مثلا. حالا البته اونجا به هر حال یک ماهیت یهودی داره، یعنی من مثلا حالا اینجا که مسلمان میتونن بیان، مثل امیدوارم بتونن بیان دیگه. حالا ما امیدمون اینه که یا مسلمان نمایانی مثل ما مثلا نه مثلا ببینید پدر یه کتابخونه منحصر به فرد داره که من فکر می‌کنم هیچ کس تو ایران داشته باشه. تمام کتاب‌هایی که راجع به صهیونیسم و یهودیت و هر چیزی در این مقوله تا حالا توی ایران ترجمه شده یا نوشته شده تو اون کتابخونه هست، تخصصی. و من یکی از امیدام اینه که ما بتونیم این کتابخونه رو اونجا در اختیار همه بذاریم. چون مثلا الان هم مثلا ما یه کتابخونه خیلی خوب داریم که اونم حالا حاصله به هر حال تلاش‌های پدر توی مجموعه کوروش توی شیخ‌خادی که کتابخونه بزرگ کلیمیان ایران هستش. مثلا الان یکی از مسائل ما اینه که مثلا محققین ما باید برن از ارشاد نامه بگیرن تا بتونن وارد کتابخونه بشن و کتابو بخونن. چرا؟ نمیدونم. بعد از شما اجازه بگیرن؟ خب ما که اصلا اجازه نمیخواد، هر کی میخواد قاعدتا یه اجازه قرار باشه کسی بده شما. نه بعد مثلا ما خب بالاخره که یه سری دوستانمون به خصوص وقتی از خارج از کشور میاد، اگه یه نفر مثلا همینجوری بره اذیتش میکنن یا راش نمیشه. نه اذیتش ما اذیتش نمیکنیم، ولی شما حق گفتن راش قانونا به ما گفتن راه ندیم. و بعد مثلا من چند تا مورد پیش اومده متصدی زنگ میزنه به من، خانم میشه ما چی کار کنیم؟ گفتن راه ندیم. یه وقت دردسر میشه، شر میشه، میان در صورتی اصلا هیچ نیست اصلا دردسر برای هیچه دردسر برای آره. بعدم که ممکنه آنلاین هم بتونه یکی پیدا کنه مثلا شاید. بعد مثلا یه سری از این محققین که میان مثلا تحقیق بکنن مثلا از خارج از کشور میان، خب این طرف اصلا از این سازوکار میترسه. 5 روز بعد بره ارشاد این ور اون ور و بعد اونجا ازش سوال بکنن، بعد بگن تو چیکار می‌خوای؟ برای چی می‌خوای؟ برای چی نمی‌خوای؟ نمیاد دیگه. الان مثلا عملاً یه موقعی اون کتابخونه کلی محل مراجعه بود. نه شما دیدین اونجا رو؟ اون آوازش شنیدم. حتما یه بار من اصلا حالا به خصوص یهودیان لندن یه مجموعه عظیمی از جودایکا و ایرانیکا و دارتموف جودایکا همه چی اهدا کردن که مثلا پدر رفت لندن و آورد و فلان اینا. الان مثلا باید بره ارشاد نامه بگیره. حالا نامه کار عقب افتاده یا از کلمه دیگه نمیخوام استفاده کنم. خب بعد این فکر کنید چقدر طول بکشه این بازسازی ها، یعنی حموم و کنیسه؟ والا همون بودجهش متاسفانه تموم شد تو فاز اول، مگه اینکه حالا مثلا تو سال ما از اینایی که حاجت گرفتن بعد اون فاطمه خانم گرفت گلریزون بکنید واسون چیز چالنجی هم با اون ور آب هی داریم. مثلا بعضی از دوستان البته واقعا خیلی ها تا حالا کمک کردن، ولی بعضی از دوستانم میگن آب به ما شما که رفتیم نمیدونم ما نمیخوایم پایه های شما اونجا محکم بشه فلان. بعدم یه عده‌ای هستن که میگن هر کار خیلی تو ایران انجام بشه یعنی استحکام جمهوری اسلامی. اینم نگاه منحط هم هست دیگه. در صورتی که ببینید من حتی اونجا هم توضیح میدم، یه وقتی تلفن میکنم توضیح میدم و اینا، میگم ببینید این اصلا ربطی نه به حاکمیت ها داره نه حتی به تاریخ عمومی کشور داره. ما یه رد پایی تو این تاریخ داریم که این رد پا بالاخره باید معلوم باشه کجا بودیم. حداقل خودمون از میراث خودمون حداقل خودمون. ببین ما یک از دوستان اصفهانیمون میگفتش که مسلمون هم هست که خیلی دنبال این قضیه واقعا هستش و اینا، به من میگفتش که من نمیفهمم اصلا. میگفتش کلیسای کاتولیک یه کلیسای خیلی کوچیک داره توی اصفهان 60 سال هم هست هیچکی پاش نذاشته اونجا عبادت بکنه. واتیکان هر سال کارشناساشو میفرسته میانه هم لوله رو چک میکنن. برق هم ارامنه کاتولیک کلیسا دارن خیلی فسخلی و کوچولو. میگه میاد برق رو میبینه و چک میکنه و ترتمیز میکنه و جارو پارو میکنه و فلان میکنه و میرن تا سال دیگه. میگم بالاخره باید معلوم باشه که ما یه روزگاری اینجا بودیم. خیلی درصدشون تو
اقلیت ناچیزی از اقلیت مسیحی ایران کاتولیک ارمنی بله خیلی بله. کمه، خیلی کمه اصلا. بله. شاید 1000 نفر هم نمیدونم الان اصلا هستن یا نه، ولی به هر حال این رد پا. من همینو میگم آقا مگه ما از هخامنشی الان کسی تو ایران داریم؟ یه تیکشون تو سان لازاروس تو ونیزن دیگه، اون جزیره که گوشه ونیز اونجا هست. مثلا من گفتم آقا خب برای چی ما تخت جمشید باید بمونه؟ برای چی مسجد شاه باید بمونه؟ برای چی مسجد سپهسالار باید بمونه؟ ما کسی رو الان اینجا داریم. خب کنیسه‌های ما هم به این دلیل باید بمونن که تخت جمشید مونده. این خیلی وقت و انرژی و هزینه ها صرف میشه برای نشون دادن این امور بدیهی به کسایی که این کارش میکنن. بله. فکر کنم کلا مثلا اگه چقدر طول بکشه این دو تا ببینید اگه پول باشه چیز حمام که ماجرا داره. خب ما الان مثلا همدان هم داریم، بروجرد هم داریم. البته اصفهان خبر خوب اینه که در 2-3 سال گذشته 5 تا کلیسای زندیه و صفویه با هزینه میراث بازسازی شد توی اصفهان. خیلی مهمه که البته اونم گفتن دست شما نکنید، نمیدونیم چرا. یعنی با هزینه رو دادن بازسازی کردن، بالاخره تخریب نشه، یه موقع درش هم باز میشه. یه موقع بالاخره درش باز میشه. امید ما اینه که روزی درش. آخه شما خطری که مسیحی‌ها دارن شما ندونید که شما که مسلمان‌ها رو جذب نمی‌کنید. اصلا ما دفع می‌کنیم که جذب نمی‌کنیم. مثلا مسیحی‌ها و بهائی‌ها میان جذب می‌کنن، شما که جذب ندارین اصلا. نمیدونم دیگه. حالا هی میگن برای امنیت خودتون ما میگیم آقا ما 2700 ساله در امنیت تو این مملکت زندگی کردیم، مثلا لازم ما امنیتمون بین مردم خودمون تأمین شده هستن. خانم صحبت امنیت شد، من صحبتم تموم شد. یه سوال امنیتی ازتون بپرسم. در این جنگ 12 روزه من شنیدم و دیدم و صحبت کردم که برخلاف تبلیغات و شعارهای ضد ایرانی، یهودیان ایران خیلی ایران مدار بودند و در دفاع از منافع ملی ایران. دوستان یه خود راجع به این صحبت کنید. اگه نمیخوایم صحبت نکنید. نه من فقط این سوال شما رو جواب بدم که کی تموم میشه. ما اگه پول برسه احتمالاً تا سال آینده عزرا یعقوب تموم میشه. تا آخر 1405. بله. ولی همون خیلی کار داره. بله. خیلی یعنی اما اگر زیاد داره. آره همون خیلی کار داره. اگه دوست داشتین سوال من جواب بدین. اونم ان شاءالله اونم جواب میدم. ولی حالا برای اینکه صحبت میراث تاریخی ما تموم بشه، واقعا ما حفظ بسیاری از بناهای تاریخی در ایران رو، حالا کج سلیقگی‌های وجود داره ولی مدیون وزارت میراث فرهنگی هستیم که واقعا غیر بی‌طرفانه و واقعا کارشناسانه. غیر بی‌طرفانه بده؟ نه بی‌طرفانه. من می‌خواستم بگم غیر مقرضانه، ولی غیر بی‌طرفانه و کارشناسانه. هر جا که لازم بوده وارد شده، حالا در حدی که میتونست و بودجه داشته و امکان داشته و فلان، بناهای ما رو کار یه سری مخالف هم همیشه داره دیگه. بله، بناهای ما رو نجات داده. از جمله گفتم 5 تا کنیسه توی اصفهان بوده که بسیار با ارزشه و 2 تا کنیسه توی یزد بوده، توی همدان بوده. اینا چیزایی بوده که به هر حال کارشناسای میراث اومدن و حالا اگه اینجا کسی صدای منو میشنوه، من از یهودیان سراسر جهان بعدن خواهند شنید که انشالله که بسیار هم ریخت و پاش میکنم. حالا اینی که من میدونم. میخوام که یه ما بگیم به یهود ستیزی متهم میشیم، شما باید بگید. نه، یه نظر لطفی هم به بناهای تاریخیشون در قدیمی ترین کشوری که سکنا دارن بکنن و علاوه بر ترویج این فرهنگ یه به هر حال منابع مالیشون هم به ما اختصاص بدن برای اینکه این کار انجام بشه. خب این سوال من اگه دوست داشتین جواب بدید. ببینید جنگ 12 روزه گذشته از همه چیز همه ما رو غافلگیر کرد و خب یه سری دستگیری ها هم حتی در جامعه یهودی شد که من خیلی خوشحالم که حتی همین چند روز پیششون آزاد کردن دیگه. بله، یعنی آخرین گروهشون چند روز پیش آزاد شدن. یعنی تا حالا در این تاریخ اصلا من کار به جمهوری اسلامی هم ندارم، از زمان پهلوی یا احمدشاه که به هر حال جاسوسی مد شد دیگه به شکل مدرن امروزی شد، از زمان هایم. آره من واقعا خیلی خوشحالم که کوچکترین شایعه‌ای تا حالا درباره یهودیان ایرانی نتونسته ایجاد بشه از هیچ طرف. جاسوس که از یهودی، از مسلمانایی که کس پیداشون یعنی هیچی اصلا، یعنی حتی طرفداری، حتی حرکت در جهت منافع غیر ملی. یعنی حتی اگر مثلا میگم در زمان پهلوی دوم اگر
حرکتی هم در حمایت از اسرائیل بوده، همیشه فکر میکردن که خب به نفع ایران هم میشه. میدونی، یعنی با اون نگاه یعنی منافع مشترک رو میدیدن و این یعنی یک ریشه خیلی عمیق داره و خب جنگ‌های زیادی بوده که یهودی‌ها به حالا هم اون مسئله مشروطه که اون قانون، اون شعار معروفی که ما پیرو موساییم، از قول مسلمانون مشروطه نمیخواهیم، که به هر حال همدلی، حالا من جریان اینم بگم، حالا هی حرف به حرف میشه. در جریان مشروطه غیر مشروطه خواهان و ضد مشروطه ها میریزن توی محله، میگن که شماها باید علیه مشروطه تظاهرات بکنید. خب مستبدین میگن. آره مستبدین میگن علیه مشروطه باید تظاهرات. اونم خب نمیخواستن تظاهرات بکنن، حالا هم میترسن، اصولا اینجوریه که بالاخره نسیخ بسوزه نه کباب دیگه، موضع‌گیری‌های سیاسی نکنن. بعدم واقعا مشروطه دریچه بازی به دنیای آزاد بوده برای یهودیان ایرانی. بعد آورده مهمش هم قانون مداریه دیگه. کاملا، یعنی آورده های بسیار مهمی داشته. خلاص می‌خواستن یه جوری از زیرش در برن و دیدن نمیشه، یعنی خیرشون رو گرفتن، گفتن همینجا باید تظاهرات کنین. بعد اون شعاری که توی کتاب خانم آفاری هم هستش که میگن ما امت موساییم، ما پیرو، ما مطیع اسلامیم، از قول مسلمونون مشروطه نمیخواهیم. یعنی اونا گفتن. آره، یعنی ما خودمون نیست شعار. خب حالا برگردیم به این داستان. ببین ما اصولا خب چون جنگ ایران و عراق هم بوده خب ما رزمندگانمون توی جبهه بودن. من حالا واقعا نمیدونستم. یه کار جالبی که 2-3 هفته پیش در اومد منتشر شد، بنیاد حفظ و شهدای یهودی، نه رزمندگان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، یک کتابی در آورده، یعنی 2 تا کتاب در آورده توی استان فارس از خاطرات رزمندگان یهودی دفاع مقدس. خیلی کتاب، چون یه مقدار ویراستاریش هم من انجام دادم، بسیار کتاب جذابیه که اینا تو خط اول چیکار میکردن و حالا با شهید آبشناسان و فرماندهان دفاع مقدس و خیلی خیلی کتاب جذابیه. و یه پزشک یهودی بوده که الان اسمش هم یادم رفت، که این در واقع 8 سال دفاع مقدس توی جبهه بوده، همیشه تو جبهه بوده، اصلا معروف بوده که همیشه تو جبهه است و انقدر توی جبهه مونده که الان همین بنیاد حفظ و اینا توی استان فارس دارن یه فیلم مستند ازش میسازن، از حضورش توی 8 سال. البته مثلا اطلاعاتتون میگم، فکر کنم قبلا بهتون گفته بودم اینو، ولی الان دیگه اجرا شده. یه تیمی از یه جایی نمیخوام اسمش ببرم، دارن راجع به نقش یهودیان تو جنگ 12 روزه دارن درست میکنن. حالا درست کنن. نه یه چیزای مثبت، یعنی جمعه مثبت منفی نگران نباش. چون ما اینجا وایسادیم بندازیم گردن. نه برعکس چیزایی که من مجاز نیستم بگم، یعنی یه چیزای خیلی مثبت خفن به قول جوانای جدید. خب ببینید مهمترین شاخص ما تو این جنگ 12 روزه حضور افسران وظیفه یهودی سر پستاشون بود که خب به هر حال درسته که ما کادر ارتش نمیتونیم باشیم. یواشکی میگم تو پدافند خیلی بودن. بله. خیلی تو پدافند ما خب مثلا کادر نظامی رسمی نمیتونیم باشیم، ولی کادری که هستیم به هر حال وظیفه است دیگه، یعنی افسران وظیفه هستن. خب افسران وظیفه یهودی در تمام مدت جنگ 12 روزه سر پستاشون به خصوص تو پدافند. به خصوص توی پدافند. بله من نشنیدم اخیراً. به خصوص توی پدافند که این دیگه نهایت همگرایی و ایران مداری دیگه. آره یعنی واقعا برای که واقعا نمیدونم این حمله 12 روزه دیگه ظلم بدی بود دیگه. مرسی، متشکرم. ممنون از شما. خیلی ممنون. متشکرم.